یک شاخه گل، برنامه شماره 266. این شاخه گل به یاد شادروان یفرم است که در برانداختن استبداد صغیر، یعنی پس از آن که مجلس شورای ملی به توپ بسته شد و سر بسیاری از آزادی خواهان بر سر دار رفت، از گیلان قیام کرد و رو به تهران آورد. پس از فتح تهران با کمک سرداران بختیاری و شادروان سپهدار تنکابونی به ریاست شهربانی منصوب گردید. بعد از برقراری نظم در مرکز به رفع قائله زنجان و گمشتپه و همچنین قیام ارشد الدوله پرداخت و همه جا پیروز گردید، جز در واقعه قلعه شوریجه در همدان که برای ایران و مشروطیت ایران به خاک افتاد و جان سپرد. اردیبهشت 1291. روانش شاد باد. باشد در دل بیقرار ما باشی.
گیسو افشان می‌گریزم در جام می از شرنگ دوری و همه مهجوری چون شرابی جوشان می بریزم دارم قلبی لرزان دیده شد نگران ساقی میخوارم از کنار یاران مست گیسو افشان میگریزم دارم تشنی گریان درهش روز و شب بشمارم تا بیایم دارم چشمی گریان درهش روز و شب بشمارم تا بیایم
از چشمانش ریزد به دلم شور عشق و امید دامن از ته دادم شد جان از یادم راز عشقش را در دل نهفتم دارم چشمی گریان به رهش روز و شب بشمارم تا بیایم دارم چشمی گریان به رهش روز و شب بشمارم تا شاخه گلی که به یاد شادروان یپرم نثار شد شماره 266 بود که با شرکت آقایان ویگن، انوشیروان روحانی و فرید فرجاد تنظیم یافته. آهنگها محلی ارمنی در مایه بیات اصفهان، گوینده آذر پژوهش.